خداوند جان آفرین. موضوع گفتگوی ویژه خبری رو اختصاص دادیم به انفجارهایی که در بوستون آمریکا به وقوع پیوست. نه خیلی بی خود کردی اختصاص دادی. در نوه گفتم اینطوری نرین تو بس که ریش مقام عضو گیر بیفته این وسط. اصلا تقصیر منه که دوباره اومدم توی این برنامه شما شرکت کردم. تو که امتحان فهم و شعور تو قبلا دادی، یه ضرب بدون تجدید رد شدی، ولی احساس میکنم که یه نوع اعتقاد به معجزه هست تو وجود مبارک من. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که اگه آدم به معجزه اعتقاد نداشت روزی 10 بار نمیرفت سر یخچال تا اون چیزی رو که میخواد توش پیدا بکنه. منم همینجوری هم میام اینجا، شاید یه دفعه یه فهم و شعوری شانسی پیدا بشه، ولی از این شانس ها نمیاریم. عقب جلو کن دوباره بیا. قرار بود ما خودمون رو مظلوم نشون بدیم تو بحث انفجار. اصلا تو فقط ما رو معرفی کن، باقیشو کاریت نباشه. برای بررسی دقیق‌تری موضوع دعوت کردیم از جناب آقای دکتر. تمام دیگه سوالتو بکن. تو خود آمریکا بعد از حادثه 11 سپتامبر حالا اون وضعیت‌های نارنجی و زرد اینهایی که اعلام میشد به لحاظ امنیتی، ولی خب شاید به این شکل ما انفجارهایی نداشتیم. تو بوستون که اتفاق افتاد خیلی سعی کردن اونو مشابهت بدن به بحث 11 سپتامبر، اما واقعا در اون سطح و اندازه نبوده. آره به این شکل انفجار نداشتیم، یعنی نزدیک بود داشته باشیم ما، ولی متاسفانه نشد. حالا توضیح میدم که هم سر در بیاری، هم شاید یه جاهایش شاخ در بیاری. ممکن است که یه خود پررو بشی و دم در بیاری. یه رستورانی بود تو واشنگتن که مقام اوضاع خیلی بهش علاقه داشتن، شخصا پشتش بودن، محل تردد سفرا و اینا بود، ولی به هر حال وارد بحثش نمیشم. اونجا یه مأمور خارج کشوری دم و دستگاه این مصلحی مشنگ که نمره شعورش یه چیزی تو مایه‌های فیروزآبادی و اینا بود، صاف رفت همه چی رو لو داد. حالا بحث این هستش که واقعا اینها ریشه داخلی داشته یا عوامل خارجی داخل بودن. ریشه رو چه کار داری؟ همین که ریش داشت برای هم پشتمون بس بود، از برای بچه خودمون بود، ولی همچین که گیر افتاد همینجوری همه رو لو داد. ارتباط ما با جناب آقای عابدینی هم برقرار شده، کارشناس محترم مسائل رسانه. عابدینی تو رو چرا فرستادن اونجا؟ اینورا پیدا نیست، معلوم نیست کجایی. ولی حداقل اینا به تو بی‌محلی کردن، تو باید بهشون زنگ میزدی، باید شعور میداشتی، از آهن یاد میگرفتی. آهن رو یه مدت که بهش سر نزنن خودش زنگ میزنه. حالا ببین یه سوالی ازش بکن، این عابدینی بدبخت اینجوری نمونه. خیلی ممنون. آقای عابدینی، وضعیت در واقع پوشش رسانه‌ای بعد از این انفجارها چگونه بوده جناب عالی؟ اگر رصد کردیم بفرمایید. والا پوشششون بد نبوده. به هر حال ما در گشت ارشاد آماده هر نوع برخورد با بدپوششی هستیم. به من گفتم بحث رو عوض کنم، در مورد موضوعات نظام از آقای دکتر بپرسیم، مثلا وضعیت کاندیداهای انتخابات. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض کردم بله، میفرمودن که لازم نیست اطرافمون پر آدم باشه، همون چند نفری که اطرافمون هستن آدم باشن کافیه. این هم در مورد شما دوتاست، هم در مورد کاندیداهایی که دور و بر مقام عضو هستن. 2 ماه مونده به انتخابات، سگ صاحبش نمیشناسه برای نسبت، اینم تازه سوال میکنه. ولش کن بابا، خداحافظی کن، عابدینی رو رد کن بره. تشکر میکنم، وقت بخیر. حالا من یه سوال فنی میکنم. فوت با ها هر دوشون از دهن میان بیرون، اما فوت سرده، ها گرمه، میگی نه دستت امتحان کن. حالا شما دوتا هم همین جوری هستین، یکیتون مثل اون یخه، یکی هم مثل تو پخمه، ولی فرقی با همدیگه ندارید، هر دوتون از یه جا زدین بیرون. برگردیم به بیت مقام عضو و بحث انتخابات و این داستان شق روده‌ای که کسی نیست جمعش بکنه. برای نسبت به جایی که این دعوا مرافعه رو حل و فصل بکنن، تو سر سگ میزنی تو نظام خودشو کاندید میکنه. بحثی که وجود داره این هستش که حالا کیا پشت این قضیه هستن. این نشان دهنده چیه؟ نشان دهنده سردرگمی یا همون بحث داخلی؟ نه سردرگمیه، اون که بله، ولی بیشتر سردرگمی توئه. در دفعه گفتم بحث علت ورشکستگی رو نکن. نمیخوام اونو بگم. نه میخوای همینو بگی دیگه. نمیخوام اونو بگم. من میدونم تو چی میخوای بگی، میخواد حرف نزن ساکت میشه. میرم به مقام عضو گفتیم خودشون وارد قضیه بشن تو مسئله، با پای چپ نگاهشون به این مسئله فرق بکنه با سایر مسائل. نوع نگاه همونطوری که جناب علی اشاره کردید گزینشیه، یعنی کاملا اینجور موارد رو خیلی جدی، سریع
و محکم وارد عمل میشن، ولی در موردهای دیگه یا سکوت میکنن یا میگذرن از کنارش. نه تو بالاخره سوال نگاه داری یا میخوای شیرجه بزنی تو آب هی دستاتو همچون میکنی؟ خجالت هم خوب چیزیه. آخه سایر موارد که اینطوری نیستن که. دو با دیگه گفتم انتخاباته، مقام عظما زورش نرسید تو مقدماتی طرفو حذف بکنه، بعدش هم که هم بدتره هم سخت‌تر. بس هیچی جماعت، از اینجا به بعدش نمیفهمی اشکالی نداره، به مختون فشار نیارید تا به الکی ور میداره. دو با دیگه میفهمین چی داشتم میگفتم. این توضیحاتو مثلا برای بسیج نمیدم. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن با حضور عرض میکردم بله، میفهمودن که قطاره داشت میرفت، بعد 7-8 ساعت که قطار حرکت میکرد یه پیرزنه به اون پسر جوونه که جلوش نشسته بود گفت شما خیلی لطف دارید که میخواین با من حرف بزنید که حوصله‌ام سر نره، ولی متاسفانه من کاملا کر هستم. پسرم برگشت گفت برو بابا کی با تو حرف زد، داشتم آدامس میجویدم. خداحافظی کن سریع بریم. تشکر میکنم. با سپاس از شما بینندگان عزیز. تصمیم دارم چند جمله راجع به موضوع مهم انتخابات ریاست جمهوری عرایضی خدمتتون داشته باشم. نه بابا، چون تو عالم خریت قبولت داریم به نظرم واردش نشو. اوضاع بیریختن از تریپ عظماست. سه میشه جون تو. آخه الان همه دنبال قاپیدن این کرسی کذا هستن. باید بدانند آنان که مسئولیت ریاست جمهوری رو میخوان به عهده بگیرن، بدانند این ریاست امانت است، یک لقمه شیرین نیست. انه لیس لک بطعمه. نه خیر، اتفاقا طعمه هم هست، ولی وقتی به قلابش بیفتی دیگه رفتی. واسه همین ندیدی عظما چقدر زور میزنه دمپرش نیاد؟ راستی ته دل عظما چه انتظاری داره؟ ایشون انتظار دارن که مردم در انتخابات حماسه بیافرینن، مشت محکمی برای مرتبه دیگر به دهان دشمنان خارجی و داخلی خواهید زد. فعلا که مشتا رو انتر نظام داره میزنه تو فک عظما. روش سیاه، باید فساد به اوج خود برسد تا سرنگون گردد. هوش بابا، بکش دستی رو. دم آخری مثل این که تحمل تو هم نازک شده. خب انتر شنیدی تو چی میگی؟ بعضی البته نمیشناسن، من نمیخوام، نمیدونن اصلا سیستمه، یه چیز مبهم عجیبی هست در ذهنشون، پر از دروغ، پر از تهمت، پر از افتراء. ایشون 2 دوره رئیس جمهور بوده، بعد 2 دورم قانون گفته دوره سوم دیگه نمیشه. اصلا ایشون فکری برای دوره سوم نکرد. این ملعون خبیث تصمیم گرفته شما رو مثل باباهاتونم بهش بیرون کنه. حواستون جمع، ما هم کاملا حواسمون جمعه. بله البته شورای محترم نگهبان شرایطی رو در قانون هست، اون شرایط رو ملاحظه میکنن، هر کس شرایط رو داشته باشه و شورای محترم نگهبان احراز بکند این شرایط را، او رو به عنوان صلاحیت تأیید میکنه. بابا بلا نسبت عجب خرطو الاغیه تو بیت ولایت.
به قول خاندایی ما یه ذره دهنه رو شل میکنی خر رو میخوره. همه باید امتحان بدن، از دم تا دم. یه بار پست رو میدن امتحانه، یعنی دادن جفتک نزن، گرفتن سکته نکن. از بنی صدر گرفته تا آقای احمدی نژاد که 2 تا رئیس جمهور، یکی اولینه یکی تا حالا آخری، اینا هر دوشون بر وسط بعضیشون واقعا به مردم قولهایی دادن، اینا به قولشون عمل نکردن. نه بابا، انتر عمل میکنه، خودش قول داده این دم آخری سر یارانه و ارزونی 2 تا برنامه دبش جور کنه. با این 2 برنامه هیچ عملی به دردش نمیخوره. صراط اونو برمیگردونه میندازه تو آتش. حالا مراقب باشید. تو این 2 تا دولت هر جا کاری دست خود دولت بود دولت موفق، هر جا. بابا هر کیو ول میکنی یه سیخی به عظما میزنه، فرقی هم نمیکنه. آخه سیخ گوجه و کباب کوبیده و کباب بک سیخاش فرق میکنه. ما گوجه و کوبیده و برگ همه رو قاطی هم میکنیم. خب قاطی نکن، چرا همش پاچه همو میگیرید؟ بابا یکی کوتاه بیاد و بزنه کنار. اینا حرف خوبیه، بعضیا واقعا کنار برن خیلی بهتره. آره، همه منتظر بودن که جناب عالی دستور بفرمایید. اینا تمام دستوره، تمام درسه. اگر میخواهیم فضای زندگی شیرین گردد باید زوجین مراعات این دستورات اخلاقی رو بکنن. زوجین؟ آشیخ، انتر و عظما زندگیشون دیگه از شیرین شدن گذشته. برو تو مایه جفتک و جدایی روزه رو بخون. یک اخطار دیگر، مردم ایران دولت آقای احمدی نژاد را دولت دروغ خواندند و تأکید کردند سخنان آقای احمدی نژاد و ولی امر مسلمین جهان نفرت انگیز، انحرافی و مشمئز کننده هستند. آقای احمدی نژاد به حضرت آیت الله خامنه ای تأکید کردند سر صدا کنید و چنگ و دندون نشون بدید و زنجیر بجوید و بجوید، اینقدر بجوید هر جوری میخواید کشتگوارو بزنید تو این صحنه. اون چرا که میزنید از دل بزنید. اندرین دو از منم خردرین، اندرین دو از منم خردرین، ریشم زدسته آتش گرفته، چاه ولایت بجور گرفته. امروز مثل هر روز تو بنبست این احمدی نژاد چه کرده است؟ رو خوب پوزکنده بگم یه خورده ادب یاد بگیری. جاهل، خودتی، تروریست، خودتی، رمان، احمق، خائن، خودتی، ذلیل بشی. اختاپوس. اندرین دو از منم خردرین، اندرین دو از منم خردرین، ریشم زدسته آتش گرفته، چاه ولایت بجور گرفته. رهبری یه ماشینیست که اوراق شده، میگن زیر رهبری داغ شده. بابا جو آبو بریز همونجا که میسوزه. من همون که نازنین بودم، من خدای روی زمین بودم دیگه. بابا اون ممه رو لولو برد. اندرین آقا مگر کری، اندرین آقا مگر کری، اندرین دو از منم خردرین، اندرین دو از منم خردرین، ریشم زدسته آتش گرفته، چاه ولایت بجور گرفته. رئیس جمهورم میخنده به من، ببینید توف میکنه به من. تمام شد دیگه، شما میتونی مثل بقیه زدن تو دهن ما، لنگامم که توی هوا هسته‌ای و نمچه چی و بسته‌ای و چی. حالا از نو
اندرین تو از منم خردرین اندرین تو از منم خردرین ریشم ز دست آتش گرفته چاه ولایت برجور گرفته. خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل های شما عزیزان. ابتدا این توضیح رو از جمله در پاسخ به دوست گرامی رها بدم که 120 ثانیه با ایمیل ها شامل پیام های فیسبوکی شما میشه. یعنی اگه اونجا پیام بذارین هم به دستمون میرسه و هم این که اگه موضوعیت و ارتباطی داشته باشه اینجا بهش اشاره میکنه. دوست گرامی عبدالله طنزی که در مورد دروغگویی خمینی فرستاده بودی بسیار جالب بود، دست در نکنه. همینطور ممنون از علی کرمانشاه به خاطر طنزهای بسیار خوبی که برامون فرستاد. دوست گرامی شمس طنز وصیت‌نامه هوگو چاوز به دستمون رسید، خیلی ممنون، حتما به شکل استفاده خواهیم کرد. کریم این عکس رو فرستاده و نوشته که یک قاتل فراری $100 هم جایزه برای شناسایی این عجایب الخلائق اعلام کرده. شیرو سیفی ممنون از طنزهای جالبی که برامون فرستادی. سعید صالحی خیلی ممنونیم به خاطر نکات افشاگرانی که در مورد خمینی دجال و ضدیتش با دانشگاه فرستادی. فرید از لس آنجلس در مورد دوزمای نقدی سرکرده مشنگ بسیج که گفته تا ضربه فنی آمریکا چیزی باقی نمونده نوشته که شنیده بودم که این تو جبهه بوده و ظاهرا جراحت سطحی هم برداشته. الان مشخص میشه بعد از سالیان که اون ضربه‌ای که تو جبهه خورده طوری بوده که در هجیانگویی‌های خودش فکر میکنه بقیه ضربه خوردن یا ضربه فنی شدن. یک شعر در همین مورد نوشته: زان روز که نقدی لگنش تا شد و جا خورد، با معده سخن گفت و با چشم غذا خورد. اهل خرد از پرت و پلاگویی سردار، دانند که آن ضربه فنی به کجا خورد. شکور یک نامه به زبان ترکی برامون فرستاده که ترجمه اون قسمتش که اینجا مد نظر هست اینه که قطعات طنز ملا حسنی رو بیشتر بکنیم. به روی چشم بیشترش میکنیم. یاشاسون شکور و همه دوستان عزیزمون در ارومیه و همه بینندگان پیک شادی. دوستان عزیز خیلی ممنونیم که با ما در پیک شادی این هفته همراه بودین. برای اینکه بتونیم ما رو در جریان پیشنهادها و نظرات خودتون قرار بدین یا قطعات طنز برامون بفرستین، آدرس ها رو تا چند لحظه دیگه خدمتتون اعلام میکنم. فقط این نکته رو قبلش گفته باشم که از این هفته در فیسبوک پیک شادی طنزهای ارسالی شما رو هم در حدی که امکانش باشه ارائه میکنیم که یک کمی از خجالت دوستانی که اینجا فرصت پرداختن به طنزهاشون پیش نمیاد در بیاین. یعنی دارم به این وسیله دعوت و خواهشم میکنم که نکات و قطعات طنزتون رو بیشتر برامون بفرستین. آدرس ایمیل ما هست peksshadi@irantv.com و حساب فیسبوکمون هم به اسم پیک شادی هست. یک بار دیگه بابت همراهیتون تشکر میکنم و تا دیدار بعدی همه شما رو به خدا بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.